سلام دوستان جان، امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشید. آقا آموزش براتون آوردم. چه آموزشی؟ قراره تو این آموزش یاد بگیریم با استفاده از هوش مصنوعی چت جی پی تی یک مقاله رو کامل در بیاریم، تبدیلش به پاورپوینت کنیم همونجا بدون اینکه ما خودمون بیایم اسلایدها رو دونه دونه بشینیم. پس اگه کارگاه آموزشی داری، کلاس آنلاین داری، هر جایی که قراره پاورپوینت استفاده کنی و ارائه کنی، این مطلب رو حتما ببین. به سادگی میتونی تو 5 دقیقه پاورپوینت تو آماده کنی. دوستان اگه نمیتونید اجرا هم کنید، بگید خودم بیام براتون اجرا کنم، فقط تو کامنت ها برام بنویس، چون اینجا قراره همه کار براتون انجام بدم و یاد بگیرید چطور این کارا رو انجام بدید. من این پاورپوینت رو بدون اینکه خودم دخالت کنم کامل با استفاده از چت جی پی تی ساختم و هیچ دخالتی تو چیدن اسلاید ها و کارهایی که رو اسلاید شده نداشتم. فقط کافیه که بقیه آموزش رو ببینید. دوستان بریم سراغ اینکه سایت poe.com رو شما باز کنید. فقط بنویسید poe.com و اینتر رو بزنید و وارد این سایت بشید. اگه فیلتر شکن ندارید، چون فیلتر شکن لازم داره، اگه فیلتر شکن برای کامپیوترتون ندارید، من دیروز یه آموزش گذاشتم چطوری از فیلتر شکن داخل کامپیوترتون استفاده کنید. به همین سادگی برید اون آموزش رو هم حتما ببینید. احتمالا این بالا هم لینکش بیاد. یه آموزش دیگه هم داریم دوستان در مورد اینکه چطور در طول روز شما 100 تا مقاله از چت جی پی تی بگیرید به صورت کامل سئو شده. اونو هم حتما ببینید. 1.5 ساعت اون آموزش هم تو قسمت پلیلیست ها، اگه برید قسمت هوش مصنوعی میتونید پیداش کنید. حتما اون آموزش، این دو تا آموزش رو حتما ببینید. خب بیایم سراغ ادامه آموزش. من اینجا تایپ کردم دوستان برای اینکه وقت شما گرفته نشه. اینجا نوشتم عنوان های پاورپوینت یک کارگاه آموزشی در مورد راه اندازی کسب و کارهای آنلاین را برایم آماده کن و زیر دسته هر کدام از عنوان ها را هم برام بنویس. لطفاً مارکداون رو رعایت کن. مارکداون چیه دوستان؟ مارکداون یعنی اینکه هدر شما بزرگتر نوشته بشه، زیر مجموعه ها به این صورت دسته بندی بشه و یک مقاله مرتب شده داشته باشید. شما لازم نباشه خودتون برید دونه دونه هدرها رو بزرگ کنید، زیر دسته ها رو پیدا کنید. شما وقتی بنویسید مارکداون رو رعایت کن، تمام این کارا رو براتون انجام میده. خب ببینید اینجا چه مقاله شسته رفته و تمیزی در اختیار من قرار داده. خب بعدش میام مینویسم چی؟ بعدش میام مینویسم متن بالا را تبدیل به فایل HTML کن. دوستان فایل HTML کن. فایل HTML یک فایلی هستش که برای یک زبان نشانه گذاری هستش که میاد داخل همون قالبی که شما داخل یک صفحه وبسایت میبینید. اون هستش عنوان اون بالا میبینید با استفاده از HTML اون عنوان رو گذاشتن. وقتی قالب سایت مرتبه با استفاده از HTML مثلا دارم میگم عنوان ها رو بزرگتر می‌نویسن، پاراگراف ها رو جدا میکنن و تمام کارهایی که برای مرتب سازی متن ها و یه سری المان های داخل وب هستش با استفاده از HTML این کار رو انجام میدیم. حالا استفاده از CSS هم کنارش هست. خب برای کسایی که تخصصی ندارن اصلا لازم هم نیست یاد بگیرید. شما مقالتون رو در بیارید با استفاده از اون قالب بالا، بنویسید عنوان های پاورپوینت مقاله فلان موضوع رو برام بنویس، زیر دسته ها برام بنویس، مارکداون رو رعایت کن. اونو بنویس، بعدش بیا بنویس متن بالا رو تبدیل به HTML کن. اصلا نمیخواد تخصصی هم داشته باشید. خب بذارید این متن برای من تولید بشه. ببینید چه مرتب داره کار میکنه. واقعا کارهای ما رو خیلی ساده تر کرده هوش مصنوعی و میتونید خیلی ساده تر ازش، اگه یه مقداری زیرک باشید با استفاده از اون میتونید کلی پول در بیارید با استفاده از همین هوش مصنوعی که شما میبینید. و خیلی ها هستن که الان دارن با استفاده از همین هوش مصنوعی روزانه 100 تا 200 تا مقاله برای سایت خودشون یا سایت بقیه میزنن. و بعد از اینکه این تکمیل شد، شما کافیه که چیکار کنید؟ این گزینه کپی بالا رو بزنید. بذار این تکمیل بشه. من اینو کپی کنم. یه فایل نوت پد اینجا باز میکنید و اینو داخلش پیست میکنید. خب حالا من اینجا برای من نیومده اونا رو بنویسه. شما باید چیکار کنید؟ شما باید قبلا مینوشت، حالا من چون زیاد بهش دادم، فقط اول فایل HTML تون یک HTML اضافه کنید، اینو ببندید. یک بادی هم شما اینجا باز کنید، اینو ببندید. این دوتا رو شما بیاید آخر فایل HTML تون هم فایل سند نوتپدتون این دوتا رو هم بذارید و قبلش هم ببندید اینا رو، این تگا رو. اینا بهشون میگن تگ دوستان.
چت جی پی تی اینا رو براتون مینویسه، ولی خب اینجا ننوشته برای من. بعدش میاد فایل رو سیو میکنید دوستان. اینجا اسم فایل رو میذارید، مثلا من میذارم مثلا پاورپوینت. همین پاور رو مینویسم. دات دوستان این خیلی مهمه، حتما باید پسوند HTML رو بنویسید. HTML اینو هم میذارید روی آل فایل. UTF-8 رو اینو ذخیره میکنید دوستان. همونطور که رو صفحه دسکتاپ من میبینید یک فایل پاور ایجاد شده و اینجا شما میبینید به این صورت شما به یک صفحه وب تبدیل شده و به این صورت دارید اینو میبینید. بعدش کافیه چیکار کنید؟ بعدش شما میایید نرم افزار ورد رو اجرا میکنید. اینو باز میکنیم. کافیه که این سند خودمون رو داخلش بکشیم. خب باز نکرد اینجا. خب اینجا من اوپن میکنم، بروزر رو میزنم، دسکتاپ رو انتخاب میکنم و فایل پاور رو و اینجا گزینه یس رو میزنم. ببینید دوستان به این صورت محتوا برای شما داخل یک فایل ورد اومد. اینو راستچین میکنم، کنترل آ رو میزنم، راستچین میکنم. بعدش شما قراره چیکار کنید دوستان؟ بعدش شما میاد داخل گوگل مینویسید ورد 365 و سایت آفیس رو بالا میارید، سایت اولی که هست. اینو باز میکنید، ثبت نام میکنید داخلش. فقط کافیه که یک ایمیل بدین و وریفای کنید برید داخلش. بعدش با یه همچین صفحه شما روبرو میشید. یه صفحه وب هستش که تمام نرم افزارهای آفیس در اختیار شما هست و میتونید از هر کدوم استفاده کنید. اینجا فایل داکیومنت رو باز میکنید که همون ورد خودمون میشه، منتها آنلاینش. این مطالبی که اینجا هست رو شما کنترل آ کنترل سی میزنید که کپی بشه. میایید داخل این صفحه، منتظر میشم تا باز بشه. خب و اینجا چیکار میکنم؟ کنترل وی رو میزنم برای اینکه مطالب من کپی بشه. کنترل آ رو میزنم. خب اینو راستچین میکنم با زیر عنوان ها. فایل مرتب شده اینجا در اختیارتونه. فقط کافیه که گزینه فایل اکسپورت رو بزنید، گزینه اکسپورت تو پاورپوینت رو بزنید. اینجا یه سری قالب ها براتون بالا میاره. میتونید هر کدوم از این قالب هایی که خودتون مورد پسندتون هست انتخاب کنید. اینجا گزینه سیمور هم داره که میتونید پاورپوینت های بیشتری ببینید. رو این بذار من بزنم که قالب های دیگر رو برام بالا بیاره. ببینید دوستان اینجا قالب های متفاوتی شما میتونید ببینید. من مثلا این قالب رو انتخاب میکنم، اکسپورت رو میزنم، منتظر میشم که بره داخل پاورپوینت. اینجا کافیه که اوپن رو بزنید و منتظر میمونیم. یه مقداری سرعت نت ما پایینه دوستان، عذرخواهی میکنم که بالا بیاد فایل. این دوستان فایل پاورپوینت من آماده شد. فقط سند اول شما باید خودتون اسم ارائهتون رو بنویسید دیگه، موضوع رو بنویسید. من می‌نویسم راه اندازی کسب و کارهای آنلاین. اینو میتونید با استفاده از فونتی که اینجا هست سایزش رو تغییر بدید. مثلا من اینو انتخاب کنم، سایزش رو مثلا بیارم مثلا 54. بعد میتونم با استفاده از این گزینه ها بهش وسط چین بودن رو معرفی کنم، بگم مثلا بالاتر قرار بگیره، وسط کاد قرار بگیره. اینجا یه سری گزینه هست دوستان، میتونید شکل فایلتون هم تغییر بدید به هر اسلاید به صورت جداگانه. این دوستان اینجا به صورت کامل برای شما اومده فایل ها رو دسته‌بندی کرده. اینجا میتونید هر کدوم از قالب هایی که دوست داشتید رو انتخاب کنید به این صورتی که دارید میبینید. برای تمام اینها شما میتونید این دسته‌بندی ها رو انجام بدید. میتونید عکس‌ها رو خودتون تغییر بدید، هر عکسی که دوست داشتید بذارید و به این صورت پاورپوینت من تکمیل و آماده در اختیارمون قرار داره. کافیه که اینجا گزینه فایل رو بزنید، سیو از رو بزنید، دانلود و کپی رو بزنید. آماده است؟ میگیم بله. گزینه دانلود رو زدیم و فایل ما، فایل پاورپوینت ما دانلود شد و میتونید ازش استفاده کنید. به این صورت دوستان شما میتونید ازش استفاده کنید. من اگه کنترل F5 بزنم میبینید که
فایل شما تکمیلی در اختیارتون قرار گرفته. امیدوارم که از این آموزش استفاده کنید و دوستان حتما گزینه لایک رو بزنید برای ما. حتما چنل رو سابسکرایب کنید که آموزش‌های فوق‌العاده‌ای قراره در آینده هم در اختیارتون قرار بدم. نظرتون هم لطف می‌کنید این پایین برام بنویسید که به من خیلی دلگرمی میدید. روزگار شب خوبی داشته باشید.